از شگفتی کارتون نوستالژی میشه به سوباسا اشاره کرد که مربیش داداش باباش بود که زید مادرش بود و دوستش تارو فامیلش میساکی بود که تو بریزرز یک کتگوری محسوب میشد و تا میخواستن یه توپ شوت کنن ما سال تحصیلی رو تمام کرده بوده. تو زرسکام یه جادوگری بود که با دماغش میشد بین کانال سوز و رباتکری پل زد و شبیه آچار فرانسه‌ای بود که آلمان تولیدش کرده بودن و روزایی که ورزش داشتیم اینو برام پخش میکردن که تستوسترون و فشار خورمون حید ورزش بالا بمانه. جک و جولز هم که خواهر برادر بودن، یه قول چینی یه قول انگلیسی که در صورتی باورپذیری که قبول کنیم کارهای اداری ملکه انگلستان جکی چان انجام داده. من گل گوش میرزا که گوشا شبیه اندام تولید شبیه شیرینی زبادی که وسط پخت آرد کم آورده وقتی که حرف میزد انگار سر اگزوز تراکتور مایویبی کشیدن مرتی کرد. تو کاشو کاشکم یه انگل خان بود که هر بار میخندید ما از تحت 10 هکتار کود انسانی تولید میکردیم و سن بلوغ ما 10 سال به جلو کشیده میشد. تو کوه جواهر هم یه پیرمردی بود که به بچه‌ها مخصوصا پسر بچه‌ها خیلی علاقه خاصی داشت، خیلی مهربان بود و چیکار بکنیم مرتی که چیلدرن باز